خب بسم الله الرحمن الرحیم. روز همگی بخیر. بخیر، جلسه شروع میکنه. جلسه پیشتر خود درباره سیستم های برقی کم توضیحات دادیم. به این جلسه بخیر سیستم های آب فاضلاب به شما توضیح میدم، هم آب و هم فاضلاب. و خب درباره سیستم های آب و فاضلاب شروع میکنیم. خیر، خب من اول خود پلان کپی کنم. از این پلان یک کپی میگیرم و از اینجا چیزی که از سیستم های برق باشه اون رو دلیت میکنم و کار نداریم. در سیستم‌های خانه‌هایی که خانه‌های رایشی و خانه‌هایی که پروژه‌ای که ساده‌تر باشه، سیستم‌های چای جذبی یا سیستم‌های چای سیپتیک استفاده می‌کنیم. که عموماً همون چای سیپتیک و چای جذبی به خاطر اقتصادی بودن از او زیادتر از چای جذبی استفاده می‌کنند و چای سیپتیک هم به خاطر تصفیه و بعضی موضوعاتی که مثلا فاضلاب و محیط زیست، چای سیپتیک استفاده از او بهتر و منطقی‌تره. هرچند چای سیپتیک کمی به حساب اقتصادی بودن از او که به مردم صرفا نمی باشه، بعضی وقتا از استفاده نمی کنن. سیستم های آب و فاضلاب ما همیشه اول از کجا شروع میکنیم؟ از ورودی آب شروع میکنیم، از آب آشامیدنی مثلا اگر استفاده کنیم. من یک پلان یک دیتیل رو بیارم. اول من لژند رو کپی میکنم میارم در پلان. خب در این لژند ما سیستم اگر آب آشامیدنی باشه، سیستم آب سرد داریم، سیستم آب سرد، آب گرم و بکفلو پریونتر یا همو یک نمیفهم چی میگین شما در منطقه ای. ولی این به خاطر از اینکه از برگشت آب، یعنی فشار زمانی که فشار منفی میشه، از برگشت آب به سیستم اصلی آب جلوگیری میکنه و آب زمانی که داخل سیستم خانه میاد دوباره اجازه نمیده که آب برگشت کنه. و واتر هیتر یا آب گرم کنه که این هم شما باید داخل سیستم قرار بدین اگر سیستم آب گرم استفاده میکنید. خب از ورودی سیستم آب شروع میکنیم. سیستم آب همیشه از بیرون از ساختمان وارد میاد به داخل خانه، مثلا از سرک میاد، سیستم کانال های شهری میاد و از اینجا ما لیر انتخاب میکنیم، لیر آب واتر انتخاب میکنیم یا همون آب سرد یا هر نامی که به اون میمونه. زمانی که آب سرد داخل ساختمان میشه باید به داخل یک سیستم داکت وارد میشه که این داکت یک خالیگاه یا یک بخش خالی از سقف که این را به کانکریتیزی و سیمکاری هم اجرا نمیکنن و همین رسون به شکل خالی می باشه که تمام لولا و سیستم های آب و فاضلاب یا اگر سیستم های دیگه هم داشته باشین از این داکت عبور میکنه و طبقات دیگه انتقال میده که ما عموما لوله اصلی رو میاریم در سیستم داکت و از داکت به طبقات وصل میکنیم، تقسیم میکنیم و یا مثلا به اتاقای دیگه تقسیم میکنیم. خب من زمانی که یک آب میارم به خاطر لولایی که به سمت بالا میرن، یعنی به سمت طبقات بالا انتقال داده میشن، ما یک شکل یک دایره یا یک شکل لوله رو به اون نشان بدیم که یعنی از این قسمت یا از این موقعیت لوله طبقات بالا انتقال میده. و همچنان میتونیم که از همین لوله یک شاخه بگیریم. شاخه رو میتونیم مثلا در پلوی دیوارا اجرا کنیم. اه، اما یک لوله آب انتقال دادیم به طرف سینک ظرفشوی آشپزخانه و از همینجا ما این را تقسیم میکنیم به لولای آب توالت ها که مثلا یک دونه به توالت میایه، یکی برای به خاطر روشویی میایه، یکی مثلا یک شاخه میایه به داخل حمام و همین ترتیب به هر تعدادی که شما توالت یا آشپزخانه یا مثلا یک سیستم های آپارتمانی باشه یا بلاک باشه، به هر چند دانه از این شاخه یا چند دانه از این رایزرهای متفاوت باید داشته باشه. من بایلر رو هم کپی میکنم. بویلر یا آب کنه ما در یک موقعیت باید قرار بدیم که مزاحمت به سیستم کابینت ما نباشه و تا جایی که امکان داشته باشه مثلا چون به برق وصل میشه کوشش کنیم مثلا داخل توالت یا حمام که عموما بخار داره یا آب استفاده نکنین و اگر استفاده میکنین ساکت از او حتما باید واترپروف باشه. حالا فرض مثال بمیریم این آب کنه در اینجا قرار میده و این آب کن حال
همین سیستم آب سرد که میاد به داخل آشپزخانه، یک شاخه از او وصل میشه به خود آب کن که از این آب کن یا بایلر میاد تقسیم میشه به بخشای دیگه، که از اینجا مثلا ما یک شاخه آب گرم دیگه میگیریم، من لییر از این رو تبدیل کنم به پی هات واتر. این هم میایم انتقال میدم و یک شاخه از این رو وصل میکنم مثلا به آب گرم به ظرفشوی آشپزخانه، و یکی دیگه از این شاخه میگیریم میاریم به خود مثلا حمام وصل میکنم به شاور، و از اینجا مثلا بتونم در توالت بیارم و یا در روشوی یا سنگ روشوی حمام یا توالت وزی وصل میکنم، که به همین ترتیب شما کل سیستمتانه باید به همین قسم تقسیم کنین، یعنی آب گرم از بایلر شروع میکنین و آب سرد هم از بیرون ساختمان میارین، که این هر دو از این باید که این آب سرد 100% باید به داخل یک رایزر بیاید، که ما این رایزر رو به سیستم های فاضلاب هم داشتیم که داریم، از عین رایزر یا یک رایزر متفاوت میایم آب فاضله رو انتقال بدیم. و حال در طبقه بالا که میره لوله دیگه، در طبقه بالا دیگه ما نمی‌ایم از سرک بگیریم، از همین رایزر که ما اینجا داریم یا از همین لوله که از داخل همین داکت آمده از اینجا میاد و شاخه‌های از این یا از این قسمت که وارد میشه میاد به لیر از این دوباره تغییر میدم، میاد به شاخه‌های دیگه تقسیم میشه. و در مورد سایز بندی از این یا نوعیت خود لولا که چی سایز باشه چی قطر داشته باشه، این موضوع باز به خودتان برمیگرده و نظر به استفاده خود ساختمان که مثلا چند فامیل استفاده میکنه یا چند طبقه، سایز از او نوعیت لوله یا جنس از لوله از او تغییر میکنه و او را باز خودتان نظر به استفاده انتخاب میکنین، و با این شکل دوباره مو چون نقشه مو یکیه پلان یک چیزه و میتونم بایلر رو کپی کنم، بایلر رو همراه تمام سیستم های آب از او در یک جای کپی کنم و بیارم در روی از طبقه دوم هم بندازم. و اگر شما تانکر هم داشته باشین یعنی تانکر ذخیره آب هم داشته باشین، روف پلان از این رو کار کرده بدین نه، یک دانه روف پلان هم از این جور میکنم. روف پلان یا همون نقشه بام میشه که شما یک دانه روف پلان جور میکنم، که در روف پلان دیگه شما فقط چیز رو میبینید، خود بام میبینید تنها و ستونا و پلانا رو در او نداره. شافت میمونه، چون این شافت فرض مثال اگر رو بام هم انتقال میدین یا در بام از این شافت استفاده میکنین، او شافت باید داخل روف پلان هم قرار بدین. ستونا رو هم دیگه به کار ندارم دلیت میکنم، اینا همین خطای زمین کار داریم. خب این میشه دیگه یک رو فلان که طبقه بام خود ساختمان رو به ما نشان بده. من از اینجا دیوارا رو یک آفست میکنم خاطر که دیوارای اطراف داشته باشیم یا دیوار جان پناه. در اینجا ما در بام اگر شما مثلا لازم میبینین که یا میخواین که در بامتان یک تانکر آب یا ذخیره آب قرار بدین، میان یک دانه تانکر آب از اینجا کپی کنم، این بلاک از اینجا کپی میکنم در اینجا میندازم. در اینجا مثلا ما واتر تانک نشون میکنیم که اینو در بام نشان میدیم و از امور رایزر اصلی که از بیرون میاد این رو به بام انتقال میدیم که از این قسمت بام فرض مثال دیگه به تانکر وصل میکنه که بازی تانکر دوباره یک لوله میره در سیستم اصلی یک سیستم جدا میکنید دیگه رو نظر به خودتون که این در اصل یک لوله یعنی در بالای تانکر و از پایین تانکر دوباره وصل میشه به خود سیستم اصلی آب که قطعی آب نداشته باشه. و در اینجا مثلا واتر تانک شما میتونین خوش منظور هم نوشته کنید که نظر به استفاده فامیلا که چند فامیل در همون خانه زندگی میکنن، خوش منظور هم میتونین نوشته کنید که مثلا 3 متر مکعب یا 2 متر مکعب تانکر باشه. من اینجا نوشته میکنم 3 متر 3 متر مکعب یا 3000 لیتر فرق نمیکنه. و به این شکل دیگه ما در بام چیز دیگه نداریم. میب سیستم فاضلاب میگم به شما
در سیستم فاضلاب برعکس سیستم آب، در سیستم آب آب داخل سیستم داخل خانه میآید، ولی در سیستم فاضلاب آب از ساختمان یا از خانه بیرون میشه. که اگر ما توانایی داشته باشیم یا فضا داشته باشیم که بتونیم واتر تانک، سیپتیک تانک یا چای جذبی رو و بیرون از خانه یا داخل حولی بندازیم، خیلی خوب میشه. که اگر این کار نتونستیم انجام بدیم، باز مجبور میشیم که مثلا سیپتیک تانک رو به داخل، فرض مثال داخل پارکینگ میتونیم، اگه فوق پارکینگ داشته باشیم میتونیم داخل پارکینگ قرار بدیم که داخل سرک هم نه استفاده کنیم. در سیستم فاضلاب عموما فاضلاب به دو شکل کار میکنن، یا که سیستم آب فاضلاب و سیستم سیور یا جامدات فاضلاب از هم جدا میکنن. یعنی آبی که مثلا از شاور یا دشو یا سینک ظرفشو آشپزخانه میایه، این به چای جذبی میدن یا به یک چای سیپتیک علایده میدن که بعضی جاها که مثلا کانال کشی شده باشه، سیستم شهری اگر کانال کشی شده باشه، عموما او فاضلاب سبوک به اصطلاح انتقال میدن به کانال شهری و به داخل چای سیپتیک تنها توالت اصلی توالت ها رو انتقال میدن به داخل سیپتیک. یا اگر کانال‌های جدایی باشه که مثلا سپتیک سنگینه و داخل یک سیستم کانال انتقال بده و آب جذبی سیستم آب سبک یا فاضل آب سبک انتقال بده به یک کانال دیگه. این روش‌های مختلفه که عموما خاطر اقتصادی بودن از او یا سیستمایی که مصرف کمتر داره به مردم، میاین از سیستم سپتیک استفاده میکنیم. خب یک جای سپتیک هم کپی کردم. حالا این اندازه‌ای از این آباد از این که چند در چند باشه و در چی سیستم کار شه. مثلا این سپتیکی بوده که دو قسمت تقسیم میشه، یکی قسمتی که یک قسمت آب جذب آب سبک میاره و یک قسمت که کلانتر میشه، یک قسمت فرض مثال همون ورودی آب که داخل از این مثلا فاضل آب سنگین در این قرار میگیره و در این ذخیره میشه. باز در این قسمت دیگه از این مثلا همون آب فاضلاب سبک در این ذخیره میشه که باز از این مثلا همون آب انتقال میدن بیرون. یا اینکه بعضی جا مثلا سپتیک تصفیه خانه ای دارن، یعنی سپتیک به صورت کار میکنن که همون آب و فاضلابی که در سپتیک میایه در چند مرحله تصفیه میشه و در آخر آبی که از این بیرون میشه یک آب تصفیه شده که باز او رو امکان داره مثلا بره به خاطر زراعت استفاده کنه. سیستم فاضلاب ما یک سانیتری فرض مثال یک لیر دیگه استفاده میکنم به خاطر سانیتری، که در سانیتری ما یک لوله فاضلاب مثلا خاطر به خاطر رایزر یا داخل داکت استفاده میکنیم که کل لوله ها جدا جدا بیای به داخل خود داکت و از داکت انتقال بدیم به داخل سیپتیک. که همون دیگه گفتم پیشتر که گفتم سیستم فاضلاب عموما به این شکل کار میکنن که آب سبک جدا میکنن و فاضلاب سنگین جدا میکنن. و سیستم فاضلاب سبک آبی که از شاور، سینک ظرفشویی یا آشپزخانه میآید او فاضلاب سبک میگیم و فاضلابی که از توالت یا تشنابا میآید او فاضلاب سنگین میگیم. که عموما فرض مثال میایم وصل میکنیم به همین شکل آب سنگین فاضلاب سنگین وصل میکنیم به یک رایزر و فاضلابی که از فاضلاب سبک که مثلا از آشپزخانه میآید این میایم وصل میکنیم به سیستم فاضلاب سبک که باز این هر دوی از این از خانه بیرون میشه. حالا یک موضوعی است که سیستم آب فاضلاب سبک اگر شما مثلا امکان داشته باشین یا موقعیت داشته باشین، میتونین که سیستم فاضلاب سبک بیاین به کانالهای شهری وصل کنین که باز از کانال شهری انتقال میدن بیرون میکنن و از فاضلاب سنگین رو انتقال میدیم وصل میکنیم به سیپتیک تانک. دیگه در مورد سایز بندی از این لولای آب فاضلاب سبک و سنگین، فاضلاب آب سبک و سنگین سایز بندی های لولا را دیگه نظر به دیزاین و استفاده خود سیستم یا این که چند فامیل از استفاده کنه یا چند طبقه باشه یا چند منزل باشه ساختمان یا چند بلاک باشه دیگه سایز از لولا تغییر میکنه. که عموما سایز لولا همین چیزی که نومینال در شهر در کشور استفاده میکنیم 6 اینچه که 500 سانتی متر قطر میشه یا 8 اینچ هم داریم تقریبا 20 سانتی میشه. و اگر دست بلاک های سنگین یا بلاک هایی که پرجمعیت تر باشه استفاده میکنه و سیستم های مثلا 4 اینچ 3 اینچ و کل از اینا به خاطر لوله های فاضلاب استفاده میکنیم دیگه. نوعیت از این پی وی سی و چی که داره اونو بذار به انتخاب خودتون میشه.
و دیگه یک دیگه فرض مثال شما اینجا میبینید که من لاین لاینایی که به خاطر ویست واتر، یعنی فاضل لولایی که به خاطر لولای آب فاضلابه که سبک و سنگینه، ما آمدم یک لاین تایپ جور کردم. شما مثلا به طور نرمال یک لاینی که دبلیو یا ویست واتر باشه یا مثلا سیور لاین یا سیور واتر باشه در سیستم لاین تایپ های خود نداریم. به طور نرمال اگر بگیم ما در ایل سیستم فاضلاب چیزی نداریم، سیستم که لاین ها رو نوشته کنه، مثلا لاین هایی که هات واتر نوشته باشه، سیور یا وینت نوشته باشه، اینا رو نداریم. و اینا رو ما از آپشن لاین تایپ من خودم به خود ادیت کردم و او را ساختم که لاین تایپ ما در جلسه های قبلی به شما توضیح داده بودم. و میتونم مثلا اینجا همون لاین هایی که به خاطر فاضلاب سبک باشه همه انتخاب کنم، از اینجا بیایم همون لاین تایپ رو تغییر بدم، مثلا واتر نام از چی میشد، یکی سیور داریم یکی ویست واتر داریم. و ویست واتر فاضلاب سبک میشه، میایم لاین از زیر انتخاب میکنم، ویست واتر. لاین از این معلوم نمیشه به خاطر از اینکه سایز خود چی سایز لاین یا همون سایز لاین تایپ از این خیلی کلانه. میایم دوباره لاین تایپ از این رو دیگه هم خورد میکنم که اندازه که خوانده بشه، دیگه هم خورد میکنم. و یک تقریبا خوبه دیگه و پرینت هم دیده خودش. و همچنین مثلا به خاطر فاضلاب سنگین سیور واتر میایم لاین تایپ از این رو مثلا با خود سیور قرار میدم که زمانی که شما نقشه رو چاپ کنین یا نقشه رو مثلا به شکل سیاسی هم اگر چاپ کنین، به خاطر که لاین تایپ مشخص است نفر متوجه میشه که این کدام لاین، یا اگه اینجا زیاد شلوغ باشه قسمت سیپتیک یا قسمت شافت، باز خود از لاینو خود مشخص میکنه موقعیت خود سیستم رو. و به خاطر طبقات بالاتر دوباره ایرا کپی میکنم. خب بخاطر طبقات بالاتر دیگه فاضلاب حال باید ما فاضلاب از داخل خود اتاق توالت ها و آشپزخانه انتقال بدیم به داخل خود داکتی که ما داشتیم، و این داکت از این داکت به صورت جاذبه یا گراویتی سیستم انتقال میکنه به طبقه پایین. یعنی ما آب فاضلابی که داریم وصل میکنم، از مثال از این اتاق رو وصل میکنم و رایزرش آب فاضلاب سبکه آمدم در لوله فاضلاب سبک وصل کردم که به صورت جاذبه میای به طبقه پایینتر و از طبقه پایینتر انتقال میکنه به مثلا به سیپتیک یا چای جذبی و توالت رو یکی ترسیم میکنم. لاین تایپ ها رو مچ پروپرتیز میکنم، مچ پروپرتیز کلیک میکنم، میای مثلا سیور واتر ای است، ویست واتر هم اینا رو به ویست واتر کلیک میکنم و همون سیستم فاضلاب رو میبینیم که من انتقال دادم. حالا اگر شما پلان داشته باشین یا پلان زیاد داشته باشین امکان داره از این شافت چند دانه مجبور شین استفاده کنید یا چند دانه شافت جدایی بسازید. و در ادامه ما در اینجا یک جای به خاطر پشت بام زمانی که آب باران میاد یا برفاری که میشه آب از او کجا میره، آب از او رو به چی وصل میکنه. اگر سیستم شهری ما به سیستم کانال وصل باشه یا سیستم کانالیزاسیون داشته باشیم، میتونیم که آب باران رو وصل کنیم سیستم کانال و سیستم آبهای فاضلاب سبک وصل کنیم. اگر اون سیستم رو هم نداشتیم میشه که یک چای جذبی داشته باشیم، یعنی آب فاضلاب انتقال میدیم به یک چای جذبی. میتونیم که حتی بعضا مثلا که سیستم کانال نباشه، سیستم آب فاضلاب سبک میاین به سیستم آبای زیرسطحی وصل میکنن یا به آب چای جذبی وصل میکنن که عموما اگه سیستم کانالیزاسیون باشه خب خیلی خوب داره. فرض مثال ما میایم همین فاضلابی که به خاطر آب فاضلاب سبکه میایم اینجا کپی میکنم و بام انتقال میدم و از بام اینجا یک دانه کفشو یا یک دانه یک لوله در اینجا میاریم که کل سیستم آب باران وصل میشه به سیستم کانال فاضلاب سبک که از اینجا دیگه این بام ما شیب بندی هم داریم یا سلوپ تیار میکنیم به او که آب به صورت منظم یا بدون که آب بدون اینکه به داخل سقف جمع شود انتقال بدیم به خود این لوله.
که شیب بندی را این وکتورایی که ما ترسیم کردم اینا به خاطر نوعیت جهت شیب بندی یا موقعیت شیب بندی که آب فرض کنین این قسمت شیب یا سلوب میدن به خود سقف که آب دیگه با موج جاذبه زمین یا توسط همین سلوب انتقال کنه به سمت خود همین کفشو یا به سمت بام. و از اینجا خب این بام رو دو قسمت تقسیم کردیم. به دو قسمت که تقسیم کردیم آب از دو طرف میاد به داخل یک دانه کفشو یا داخل یک دانه چای جذبی و از چای جذبی جذب زمین میشه. دیگه این شیب از شما باید نشان بدید که مثلا شیب بندی را به چی و شیب بندی بام به چی سلوپ یا به چی شیبی ایرا دیزاین کردین و چی میل ایرا دیزاین کردین. یا مثلا سلوپ رو نوشته میکنم 1% یا مثلا 1.5% بهتره. 1.5 تا 2% به خاطر شیب بندی بام خیلی مناسب میشه. اینم نوشته میکنم که کل اگه از این متوجه باشن که زمان اجرا این شیبا را 1.5% بگیره. حالا شیب 1.5% چی معنی میده؟ ما فرض مثال اگر 1 متر طول داشته باشیم یعنی که 1% به هر 100 سانتی متر 1 سانتی متر در ارتفاع بالا میریم. اینو میگن شیب 1%. یعنی به 1 متر یا 100 سانتی متر ما 1 سانتی متر به ارتفاع بالا رفتیم. حالا که من اینجا 1.5% گرفتم یعنی به 1 متر یا 100 سانتی 1.5. یعنی که من به اینجا اینجا میبینی که شیب 1.5%. شیب 1.5% منظورش همین ساده گفتم دیگه خیلی زیاد توضیح ندادم. به 100 سانتی متر مثلا اگر 1% باشه به 100 سانتی متر 1 سانتی به ارتفاع بالا میره. اگر 2% باشه به 100 سانتی متر 2 سانتی. و حالا اگر یک طول داشته باشیم که فرض مثال 20 متر باشه. حالا در این طول 20 متر ما شیب ارتفاع از این را شیب از این اگر فرض مثال 2% باشه شیب 2%. در سلوب 2% چند سانتی متر بالا میره؟ اینجا عرض سمی الکوزه میشنوین؟ بله میشنم. خب اینجا عرض من شیپندی رو توضیح دادم. حالا فرض کنیم ما یک طول 20 متر یک سلوپ 2 سانتی داریم 2% داریم. در این قسمت یا در این سمت بالای از این چند سانتی ارتفاع بالا میره؟ 0.4 سانتی متر. 0.4 سانتی بیشتر خواهد شد. به نظر من کم قد شاید 2% شکل نظر بگیریم. پس بیاین من دیزاین رو به شما یک دفعه توضیح بدم دوباره. فرض کنید در 1 متر ما 0.02 سانتی متر ارتفاع بالا میریم نه؟ من در این خط مرزی یک دانه لاین ترسیم میکنم و امیر استرچ میکنم یا اکستند میکنم. در شد ما به همون میل بالا رفتیم. یعنی چیزی که در اینجا 2 سانتی بود همین 2 سانتی را به همین میل انتقال دادیم به 20 سانتی متر. حالا در 20 سانتی متر ما چقدر شیب میآید؟ 40 سانتی. بله اینجا رسید نسیم. استاد محترم همون 4 سانتی بلند میره شیبش. نه 40 سانتی میشه. در 20 متر 40 سانتی متر. درست. محاسبه در 20 متر که وسط 40 سانتی شوی خب خیلی زیاد نمیشه. زیاد میشه. به همین خاطر البته به همین خاطر فرض مثال اینجا بام ما که 13.5 متر 13.5 متر بود آمدیم بام به 2 حصه تقسیم کردیم. یکی از وسط از زمانی که من از وسط 2 تقسیم کنم یعنی 2 دانه تقریبا 7 متری میشه. تقریبا 7 متر دیگه. اوکی درست است. من بیشترم فکر کردم که برای من 20 سانتی گفتیم، من 0.4 سانتی گفتم. به نال منظور متر باشه بازم 40 سانتی میشه. بله دیگه. سیستم محاسبه از این ساده دیگه میشه کنین. هر فیصدی که بگن فیصدی خب معلومه که 2% زمانی که بگن یعنی 2 را تقسیم 100 کردیم یعنی 0.02. 0.02 ضرب
همون طوله که به ما لازمه، مثلا 20 سانتی متر که 20 متر که اینجا داریم، 0.02 رو ضرب 20 میکنم، انتر که بزنم 0.4 میشه، یعنی 40 سانتی. 40 سانتی یعنی در ارتفاع باید بالا بره. محاسبات از این مقدار ساده است، اینقدر مشکل نیست. حالا اگه مثلا همین 6.2 را که داریم در اینجا در شیب 1.5%، یعنی زمانی که ما اینجا را کار میکنیم و از زمانی که اجرا میکنم، اگر به ما بگن که از موقعیت لوله که موقعیت صفری ما تا همین دیوار از این 6 متر و 35 سانتی از این چی اندازه از این باید بالا برن، یعنی این دیوار در اینجا ارتفاع چند بگیرن که در اینجا صفر باشه و همین میل 1.5% جواب بده. ماشین حسابی که باز کنید 1.5% یعنی 1.5 تقسیم 100 0.015 ضرب طول از این میکنم، همین طولی که 6.35 ضرب 6.35 میکنم، انتر میزنم 0.095 یعنی که تقریبا 10 سانتی، چیزی حدود 10 سانتی متر. این رو باید از اینجا در این گوشه 10 سانتی متر ارتفاع داشته باشیم که در اینجا صفر باشه که همین میل 1.5% رو تکمیل کنه. میل متوجه شدین دیگه اینجا نه؟ و ما به خاطر سیستم فاضلاب لولا رو مجبور هستیم، چون لولای فاضلاب به صورت جذبی کار میشه، جاذبه‌ای کار میشه. سیستم جاذبه‌ای به این معنی میده که همین آب فاضلاب بدون پمپ باید به از سیستم خارج شود یا از خانه خارج شود. در سیستم آب آشامیدنی یا آب پاک از یک از شهر وارد میشه، ما میتونیم که اینجا توانایی از این داریم که اینجا یک پمپ نصب کنیم داخل خانه که این آب به طبقات بالا ببریم. ولی با سیستم جاذبه ما معکوس از این کار میکنیم، برعکس کار میکنیم. آب باید بس توسط جاذبه از سیستم خارج کنیم و وقتی که شما میخواین که همین آب از سیستم خارج کنه، باید لوله‌های فاضلاب به 100% یک شیب یا میل بعضی در نظر بگیریم. فرض مثال همین شیب 1% تا 1.5 یا 1%، 1% تا 1.5% به خاطر لوله‌های فاضلاب یا لوله‌ای که سپتیک باشه استفاده میکنه یا در نظر میگیرن. که هم دیگه شما میل از یا ارتفاع از دیگه همون رقم که گفتم نظر فیصدی حساب میکنه. باز خوبی که سیستم مثلا داک داره، اگر شما بخواین لوله خود سینک ظرفشور از اینجا انتقال بدین تا مثلا کانال انتقال بدین یا اگر چای جذبی داشته باشه انتقال بدین، شما فکر کنین این فاصله چقدر میشه. فرض مثلا میایم از خانه فرض کنیم بیرون میکنم تقریبا 19 چیزی حدود 20 متر حساب کنید، چیزی حدود 20 متر که مثلا 1% باشه 20 سانتی تفاوت الیویشن میشه، تفاوت شیب میشه. ولی زمانی که از شما سیستم داکت استفاده کنین و لولا رو بیارین به داکت انتقال بدین، این طول تبدیل میشه به 6 متر تقریبا، یا 6 وقتی که به شیب 1% حساب کنیم تقریبا 6 سانتی میشه. یعنی تفاوت الیویشن از فاصله آشپزخانه تا خود داکت 6 سانتی متر میشه به جایی که 20 سانتی متر باشه. و از این باز یعنی ما شیب بندی رو به حساب میشکنیم یا خردتر میکنیم، شیب میل ارتفاع کمتر میکنیم که بتونیم فاصله بیشتری آب انتقال بدیم.